این 5 تا شمشیری که تو دست من می‌بینید 5 تا از بهترین اینچنت‌های ماینکرافت روشونه. بریم که با هم اسمشون رو ببینیم. اولین اینچنت اینی که تو دست منه، اسمش ناکپکه. مناسب فایت‌های تک به تکه، چون وقتی به ماب دمیج میدیم ماب چند بلاک عقب‌تر میره و مناسبت فایت‌ها خیلی خوبه، فایت‌های تک به تک. دومین اینچنتی که دست من می‌بینید اینچنت لوتینگه. یعنی وقتی ما ماب‌های مثل اندرمن رو می‌کشیم، وقتی می‌کشیمشون احتمال دراپ شدن اندرپل رو خیلی بیشتر میکنه و ماب‌هایی مثل اندرمن. سومین اینچنتی که قابلیت خاصی نداره، فقط قدرت شمشیر رو بیشتر میکنه. یعنی با یه ضربه مرد، حالا جونش کمه ولی خب قدرت شمشیرتون رو بیشتر میکنه. چهارمین اینچنتی که دست من میبینید اینچنت اسمایته که مناسب ماب‌های مرده مثل اسکلتون و زامبیه و به اونو بیشتر دمیج وارد میکنه. آخرین اینچنت، یکی از بهترین اینچنت های ماینکرافته، اینچنت فایر اسپکته که وقتی ما به مابی دمیج میدیم آتیش میره و با یه ضرب میبینه. خیلی خوبه. راستی حمایت ها خیلی کم شده. لطفا چنل رو ساب کن و این ویدیو رو لایک کن.